بس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم به مادری ولی مرگت پیام داد که به مادری بلا. آگه نبودم. اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگوید. Ответы анализа положительные. Не стоит волноваться. Вот. Спасибо. Там есть мой номер. Хорошо. Алло? У вашего мужа сердце в тяжелом состоянии. Как? Ему осталось жить 3 недели. Этого не может быть. Если найдем донора, будет жить. Возьмите мое сердце. Вы в своем уме? در تحکیب چشیش تایی تکیه بابید نازنی عاشقت منم نگاری رخسارت سفید نازنی عاشقت منم که در غمات می سوزم ای نازنی میلت با منو بیا که دنیا با امید نازنی عاشقت منم که در غمات می سوزم ای نازنی میلت با منو بیا که دنیا با امید نازنی سلام و درود نثارتان باد شنوندگان عزیز رادیو مهاجر. دوستان عزیز، خب ساعت در مسکو 14 هست. امروز 23 ینوری 2020 سال شروع کردیم برنامه فرهنگی فراغتی دوست داشتنی ما و شما را. برنامه‌ای که همگان پزمانش هستند، برنامه است که از عشق، مهر و محبت و صمیمیت در اینجا سخن میگویند. اینجا عشق است، محبت است، صمیمیت هاست، نگفته های زیاد است. عزیزان ما را همراهی کنید و طول بیش از 1 ساعت در لبتان همیشه تبسم و خنده هویدا می باشد. این برنامه ما و شماست، ما و شما عزیزان دل. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو مهاجر، چطوری که گفتم ساعت در مسکو 14:02 امروز 23 ینوری 2020 سال است و تازه شروع کردیم برنامه فرهنگی فراغتی مستقیم ما و شما رو. برنامه مستقیما جریان میگیرد. هر نفری که خب صدای ما رو میشنود ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز، بخشای جالب شنیدنی در پیش است. با آغاز یک برنامه، در آغاز برنامه یک سرود را میشنویم. یک جا ندیده بازه آخیر تو بیا یاری
بینازم نازت ای سر تا قدم راز مهی خوبانی درواز بینازم نازت ای سر تا قدم راز مهی خوبانی درواز بلایی جالبت شور و شرانداز مهی خوبانی درواز بلایی جالبت شور و شرانداز مهی خوبانی دروازه بسد یارا چون این قامت ندیدم کجا و کشونیدم بسد یارا چون این قامت ندیدم کجا و کشونیدم نه از ترک و پری رویانی قوقاز مهی خوبانی درواز نه از ترک و پری رویانی قوقاز مهی خوبانی دروازه بیا و بوسه ام ده از لبانه کی نوشم تا زبانه بیا و بوسه ام ده از لبانه کی نوشم تا زبانه مگر با کس نگویم این چونین راز مهی خوبانی درواز مگر با کس نگویم این چونین راز مهی خوبانی دروازه بینازم نازت ای سر تا قدم راز مهی خوبانی دروازه بینازم نازت ای سر تا قدم راز مهی خوبانی درواز بلایی جالبت شور و شرانداز مهی خوبانی درواز بلایی جالبت شور و شرانداز مهی خوبانی دروازه خسته نباشید دوستان شنوندگان عزیز رادیو موجی برنامه مستقیم ما و شماست روی موج رادیو و شروع کردیم این لحظه ساعت در مسکو 14:07 است 23 ینوری 2020 سرودهای جذاب دلنشین سرودهای خاطروی همچنین سرودهایی که از خزینه طلایی رادیو هستند براتون پخش میکنیم گوش کنید حلاوت برید و تلفن ها برای تماس فعال هستند 8967 111 56 46 8965 151 0410 مستقیما همراه ما در تماس شوید درخواست پیشنهادی که باشد ما حتما قبول میکنیم کنم عاشقتم گل دختری دروازی پاکی مجنونی تویم به حسنی خود مینازی چکنم عاشقتم گل دختری دروازی پاکی مجنونی تویم به حسنی خود مینازی پاکی مجنونی تویم به حسنی خود مینازی رسول خورسانی کنن آزاد باشه
نگر به قلبی ریشه حواله دسته نازنین کری دسته دو کری بله چشم نازه بوی های درازه خیلی عاشق نوازه بنازه تو بیا با منزل دل شیدای تویم تو بگو حرفت رازه بلا دختری دروازی چی شود بیای پیشم سیاه چشمت رو تنازی میدیگر به قلبی ریشم بلا دختری دروازی چی شود بیای پیشم سیاه چشمت رو تنازی میدیگر به قلبی ریشم بلا دختری دروازی چی شود بیای پیشم سیاه چشمت رو تنازی میدیگر به قلبی ریشم دوستان عزیز، خب این آغاز برنامه بود و سرود دیگری است. ولی جان عزیز شنیدید سرود اول از صاحب نظریف بود. هر دو بحر گل دختران درواز سرایتند و از جان دل ادامه میدهیم. اگر سرودهای درخواستی که باشند من براتون حتما پخش خواهم کرد. در اینجا دوستان عزیز همچنین بخش سوال و جواب نیز هست و هر نفری که میخواهد در بخش سوال و جواب شرکت کند مکافات پولی بخش سوال و جواب امروز عزیزان دل 4000 روبل روسی است و هر نفری که غالب میبراید مکافات پولی نصیبش میگردد. فراموش نکنید ما را همراهی کنید. بخش سوال جواب رو نیز حتما که شروع میکنیم بعد از چند دقیقه. خب دوستان عزیز اینجا استودیو مرکزی رادیوی موجیر است و هر نفری که از شنوندگان عزیزی ما میخواهند که ما رو بشنوند همراهی کنند و ما روی موج رادیوی موجیر قرار داریم. همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب طریق نواری آنلاین ما رو دیده میتوانید. یک سرود دیگر بر شما از شادروان ظفر نازیم. قدیم افزون و رسادار
دل و کجا داری مستانه من تو بکی مهر و وفاداری جانانه من راست بگو دل و کجا داری مستانه من قدیم موزون و رساداری جانانه من زلفی پیچان و سیاه داری مستانه من قدیم موزون و رساداری جانانه من زلفی پیچان و سیاه داری مستانه من زلفی پیچان و سیاه داری مستانه من زلفی پیچان و سیاه داری مستانه من. عزیزان دل صحبت رو ادامه میدهیم و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی ما و شماست مستقیما روی موج رادیوی موجر. دوستان عزیز، خب میخواهم خبرهای کوتاه روز رو ورق بزنیم دوستان. اون خبرهایی که در سرخط رسانه‌های خبری امروز جایگیر شدند و آنها رو میخواهم به سهمتون برسونم. خب در قرقیزستان یک هیئت از تاجیکستان در بشکک قرار دارد. گفت و شنیدها عایده بین مرز تاجیکستان و قرقیزستان. در این باره چنگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان به رسانه‌ها خبر داده است. یعنی که جانب‌ها چطوره که رسانه‌های خبری از قول چنگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان درج کردند، جانب‌ها کوشش میکنند که مسئله پرپیچ‌تاب معین کردن خط سرحد تاجیکستان و قرقیزستان را توسط مبادله قلمروها حل کنند. در این باره وزیر کارهای خارجه قرقیزستان در نشست مطبوعاتی خود خبر داده است. و عزیزان عزیز من، شنوندگان گرامی رادیو موجر، اینجا خبرها زیاد هستند، به نوبت هر یکمیش رو پخش میکنیم و با من بنویسید طریق SMS پیامک ها یا اینکه در کامنت فیسبوک یا اینکه در کامنت یوتیوب بنویسید از کدام سراینده سرود گوش کردن میخواهید. امیدوار هستم که سرودهای شوخ و جذاب و دلنشین رو درخواست میکنید و براتون پخش خواهیم کرد. اینجا بانو تاج نویسنده است سلام و درود به راوی و برندگان برنامه و اهل دوستان و شنوندگان گفته است. علیکم سلام، روزتان بخیر و شادی باشد. به شما نیز تشکر بانو تاج که ما رو میشنوید، همراهی میکنید. امیدوار هستم که روزی خوش و با سعادت داشته باشید و روزی باشد که همیشه در لبتون تبسم باشد و روزی باشد که با برار و با برکت بهرتان. خب شنوندگان عزیز، از کدام سراینده سرود گوش کردن میخواهید؟ از کی سرود گوش کردن میخواهید؟ بنویسید، من آماده هستم پیام‌های شما را بخوانم و سرودهای درخواستی شما را با یاری کارگردان عزیزمون آماده میکنیم و پخش میکنیم. چون میدونید دوستان عزیز، نفران زیاد شاید فکر کنند در اول در وقتهایی که پیش من کار نمیکردم، در تلویزیون هم در رادیو هم کار نمیکردم، پیش فکر میکردم که شاید همین برآمده و همینجا سخن گفته روند. نه، باور کنید کار تلویزیون رادیو که من هم در تلویزیون سابقه کاری دارم و هم در رادیو، باور کنید کار رادیو و تلویزیون نه اونه که در نظر شما میتابد، شاید در نظر بعضی نفران تابد که هیچ چیز نیست. نه، اینجا اگر فقط یک صدای من رو میشنوید، میدونید که برای یک صدای من چند نفر دیگر آنجا پشتی پرده کار میکنند. کارگردان آواز، کارگردان، تنظیمگر، موج پخش کننده، محرر، کارگر بسیار است. برای یک صدای من رو با پخش رادیو در موج رادیو پخش کردن و تحت کنترل گرفتن و با تنظیم و جابجا کردن و گذاشتن و دیگر کمش 3 نفر 4 نفر دیگر پشت پرده کار میکنند. از همین خاطر زحمت همه اونها رو من قدر میکنم، برای همه اونها تشکر میگم که در حقیقت کمک همکاران زیاد هستند برای پخش برنامه ها.
این یک سیر و اسرار کوتاه که بوده از فعالیت رادیو و تلویزیون. باور کنید در نظر میتابد که بله یک نفر 6 سخن گفت رفت. نه باور میکنید پشت پرده چند نفر دیگر برای یک سخن این آدم رو جابجا کردن و به افیر گذاشتن چقدر زحمت میکشند. اگر باز پخش مستقیم باشد اینجا عموما باز دیگر مثلا پخش مستقیم بنهایت باز مشکل تر است از اونه که غیر از مستقیم. پخش مستقیم مشکل های خود رو دارد چی میگن زحمت های خود رو دارد. خب نظر میکنیم و اینجا عموما معلومات های زیاد اومده ایستادند، کامنت ها اومده ایستادند و بیاید یک سرود جذاب و دلنشین پخش کنم از خاطره ها. روحشان شاد باد شایسته مولا جانور و با فکرم همتون میشناسید. فکر میکنم نفری نیست که شایسته مولا جانور رو نشناسد. سرود ای دختر نازنین انمون اطلس پوش میگه کی هم خوانده است این سرود رو؟ سراج الدین فاضلوف هم خوانده است. ای دختر نازنین قدر است زیبنده به تو لباس اطلس. الان این سرود را اولین مرتبه اگر خطا نکنم شایسته مولا جان اسراییدند و ثبت انمون سرود در خزینه طلایی رادیو هست. من میمونم با آواز خود شایسته مولا جان گوش میکنیم که چگونه سراییدند.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو مهاجر، سامیان ارجمند، ادامه میدیم برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر. در اینجا نامه‌های دیگر آمدند، من میخواهم بخونم. در یوتیوب حقجوی نویسنده است: سلام علیکم سامان جان، من میخواهم یک سرود از ضیاءالدین نورزاد، پرنده های مهاجر همه رفتند. خلاصه همین سرود رو درخواست کرده است این نفر. فایزعلی زویرف نویسنده است: گپ نیست گفته است. تشکر زیاد برادر عزیز، روز همتون بخیر و شادی باشد، پر از مهر و محبت و صمیمیت، پر از جهان سپاس ها و خاطره ها و یادهای بهترین باشد عزیزان دل. شنوندگان گرامی، مستقیما جریان دارد برنامه ما. برنامه فرهنگی است، فراغتی است، برنامه تفریحی است، مستقیما در روی موج رادیو مهاجر. صدای ما رو مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب طریق نواری آنلاین ویدیویی تماشا کردن میتوانید. در اینجا بانو تاج نویسنده است: سخن گفتن و رفتن آسان نیست، برای همین یک سرود پخش نمایید که هممون حلاوت بریم، شما هم ما شنوندگان گفته است. من مقصد رو فهمیدم. تشکر شنوندگان گرامی، حتما پخش میکنیم. اینجا سرودی درخواستی از ضیاءالدین نورزاد است. خواهش میکنم از کارگردان عزیز، از پردازگران دیگر کارگردان هیئت تکنیکی که سرود را آماده کنند و پخش خواهیم کرد عزیزان دل. ساعت در مسکو 14:28 است. امروز 23 ژانویه 2020 سال است. فراموش نکنید ما را همراهی کنید. پخش مستقیم برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما روی موج رادیو مهاجر ادامه دارد. سامیان ارجمند، نفرانی که الحال صدای ما را میشنوید، برنامه مستقیم ما و شماست. سرود از ضیاءالدین نورزاد آماده است، با اشاره کارگردان عزیز پخش میکنیم. من تنها در این
قدمت نیست نقشی قدمت نیست همراه من اکنون غیر از علمت نیست در راه وجودم نقشی قدمت نیست نقشی قدمت نیست بازو که دلی من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است بازو که دلی من از هجر تو خون است استاره بختم هر لحظه نگون است هر لحظه نگون است پرنده ها رفتن پرنده های مسافر عزیزی من نمیایی بسوی لانه تقدیر عزیزی من نمیایی بسوی لانه تقدیر منم غریب مسافر غمی تو میکندم پیر بیماندم من تنی تنها در این وای رانه دلگیر بیماندم من تنی تنها در این وای رانه دلگیر عزیزی من نمیایی بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر بسوی لانه تقدیر شنوندگان عزیز خب ادامه میدهیم صحبت و گفتگوها را روی موج رادیو موجیر مستقیما برنامه ما و شما جریان دارد. اینجا 3315 نویسنده است. سلام من از شهر مسکو نویسنده است. او کجا گفته است یک سرود چی اینجا چی نویسنده است؟ خفه بولمن سرود از ازادبک نظربکов درخواست کرده است. خب کارگردان عزیز خواهش میکنم از ازادبک نظربکov سرود خفه بولمن رو آماده سازید. جستجو کنید و سرود رو آماده سازید. این شنونده ما از شهر مسکو این سرود رو درخواست کرده است. راستی озодбек назарбековро як чанд суруди бо забони русӣ сароидааст. ин нафарро мешиносам, сарояндаи ӯзбекистонист. як чанд суруди бо забони русӣ сароидаашро ман гӯш кардам, лекин ин сурудашро намедонам. номашам аҷоиб. хафа буламан. хоб сурудро омода кунед коргардони азиз ва ман суҳбатро идома медиҳам. дар инҷо гулрухсор одинаева нависондааст. рӯз бахайр ба ҳама муҳоҷирон ва кормандони радиои муҳоҷир. агар имкон бошад як суруд аз Фаридуни Хуршед пахш мекардед ташаккур гуфтааст. агар ташаккур ҳам намегуфтед гулрухсорбоно ҳатман пахш мекардем. ба шумо ташаккур ки моро мешнавед, ҳамроҳӣ мекунед. рӯзи хубу хушу босаодат дошта бошед. рӯзи бобаракат бошад ва медонед чӣ гуна рӯз бошад ба шумо. як рӯзи ошиқона бошад. این سخنها را به شنونده عزیزی دائمی رادیو موجیر گفتم که گلرخساربانو آدینه هستند. روزی باشد پر از مهر و محبت و روزی عاشقانه باشد برای شما. خب سرود
خب چی بود اسمش؟ سرود خفه بولمن آماده هست. با اشاره کارگردان عزیز پخش میکنیم سرود رو در اجرای آزادبک نظربکوف. فکر میکنم از آزادبک نظربکوف هستند. بله. خب سرود آماده است. پخش میکنیم. یک جا میشنویم. من نیز این سرود رو نمیدانم. یک جا میشنویم چگونه سرود است. henrikstudio.uz shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman osmonimda yulduzimsan ko'zda nurim kunduzimsan osmonimda yulduzimsan ko'zda nurim kunduzimsan sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman kelmasang sendan yomon xafa bo'laman yar kelmasang sendan yomon xafa bo'laman ham kechirolmay xafa bo'laman o'zimni ham kechirolmay xafa bo'laman hali izlab kelasan-ku faqat qalbim sezasan-ku hali izlab kelasan-ku oshiq qalbim sezasan-ku yana o'zing bilasan-ku xafa bo'laman yana o'zing bilasan-ku xafa bo'laman shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman bir jilmayib bir kulmasang xafa bo'laman shuncha kutdim bir kelmasang xafa bo'laman. خب شنوندگان عزیز سرود رو در اجرای آزادبک نظربکوف شنیدید. خفه بولمن همین گونه نوشته شده است اسمش. سرود درخواستی بود. ادامه میدهیم. در اینجا گلرخسار و دینه و نویسنده بودند که روز بخیر همه مهاجران و کارمندان رادیوی مهاجر اگر امکان باشد یک سرود از فریدون خورشید پخش میکرده تشکر گفته است. تشکر به شما نیز. حتما از فریدون خورشید که اینجا پیشتر نوشته بودید شما و من خوانده بودم نام شما را. سرود الکی آماده هست از فریدون خورشید. یک جا میشنویم. هر در دل را بروی عشق می‌بندم. من اکنون با نگاهم جانی بیچاره
چشمات نمیخندم اگر چی سخت پس مونم بدون تو پرشونم ولی دیگر نمیگیرم دستانه با دستانم اگر صد بار گفتم با تو میمانم پوشیمانم اگر حرف نوشتم در کتابی ارمانم پوشیمانم اگر در کوهی وصلت تو هنوزم مجنونی سرسانم پوشیمانم 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 چشمات نمیخندم اگر چی سخت پس مونم بدون تو پرشونم ولی دیگر نمیگیرم دستانه با دستانم اگر صد بار گفتم با تو میمانم پوشیمانم اگر حرف نوشتم در کتابی ارمانم پوشیمانم اگر در کوهی وصلت تو هنوزم مجنونی سرسانم پوشیمانم 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 روزتون رو باری دیگر بخیر و شاده میگویم سامیان ارجمند و ادامه میدیم برنامه مستقیم ما و شما را. دوستان عزیز بعد از 2 سرود بخش سوال و جواب را شروع میکنیم. مکافات پولی امروزینه بخش سوال و جواب 4000 روبل روسی. فراموش نکنید ما را همراهی کنید و در اینجا یک خبر دیگر رو میخوام به سمتون رسانم عزیزان دل که گرچنده که خبر نخوشم باشد به هر حال که وظیفه ما که کارمندان تلویزیون و رادیو ها این رسانیدن خبر و گزارش است و من وظیفه دار هستم که خبر را بخونم. در شهر سنت پتربورگ یک شهروند 24 ساله تاجیکستان از قبط 17 بینای ساختمانش ناتمام به زمین سرازیر می شود که در نتیجه جبر دیده در جای حادثه و هلاکت می رسد. ساختمان این نفر از ساختمان مجمع استقامتی سیتل سیتی در کوچه کامندانسکی شهر سنت پتربورگ می افتد و مسئولان شرکت سیتل سیتی گفتند که این نفر در اینجا کار نمی کند و تنها در روز اول به خاطر جستجوی کار آمد و چگونه این نفر به قبط 17 بینای ساختمانش ناتمام بالا شده است هیچ کس نمی داند. این جوان 24 ساله از تاجیکستان است و مقامات پلیس نامناسبش را الحال آشکار نمی کنند و همین حادثه رخ داده است. حادثه روز 21
январ рух додааст дӯстони азиз.
میروی تو از بری من ای دل بری رمیده من میروی تو از بری من ای دل بری رمیده من ای یارکی شغنانی در افتنا جانم ای یارکی شغنانی در نازکا جانم گشت و بیابان گشتم گیرگیردی جهان گشتم گشت و بیابان گشتم گیرگیردی جهان گشتم برای تو ای شغنانی منظر و حیران گشتم برای تو ای شغنانی منظر و حیران گشتم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم آواره و نالانم در عشق لیلا مجنونم شهنازه شغنانی از عشق تو من دل خونم شهنازه شغنانی از دستی تو من دل خونم ای یارکی شغنانی در افتنا جانم روز شبی مهمان من سر به قدم هات مانم روز شبی مهمان من سر به قدم هات مانم در نازکا جانم خب سامیان ارجمند دوستان گرامی، فرصت آن رسیده است که بخش سوال و جواب رو شروع کنیم و یعنی حال ساعت در مسکو 14:56 دقیقه است. اعلان میکنم بخش سوال و جواب رو هر نفری که آماده هست، قربان شما عزیزان دل، من آماده هستم که با شمایان بخش سوال و جواب رو شروع کنم. بخش است پر از جوش و خروش، پر از بردباری ها و پر از کامیابی ها و پر از باخت ها. اگر گویم هم خطا نمیکنم، چون که در این بخش نفران زیاد برد میکنن، نفران زیاد میبازند. الکه زنگ شد، الکه زنگ شد و زنگ کوتاه زنگ شد، در حقیقت زنگ شد و زنگ کوتاه شد. خب باکی نیست، صحبت رو ادامه میدیم. هر نفر که زنگ میزند مرحمت تلفن‌های ما فعال هستند عزیزان دل. 8967 111 56 46 8965 151 0410. اینجا زنگ است، میشنویم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم سلام، روزتون بخیر و شادی باشد. بخش مستقیم برنامه ما و شماست، شما رو گوش میکنیم. بخشش من در برنامه شما اشتراک کردن نتونستم. میخواستم که یک سرود ایننگان سیدعلی برای ما غریبان پخش میکرده. کدام سرودش رو پسند دارید؟ سرود مهاجر.
مهاجر مهم. نمیخواهید در بخش سوال جواب شرکت کنید. مکافات پولیش 4000 روبل است. میخواهم اگر پیوست کنید البته. شما الکی پیوست شده اید و دیگر شنوندگان شما رو میشنوند. اگر آماده باشید من درخواست شما رو سرود نعیم جان سیدعلی رو حتما پخش میکنم. از کارگردان خواهش میکنم آماده کنند و به شما سوال پیشنهاد میکنم در بخش سوال و جواب اگر آماده باشید. بله آماده. خواهش میکنم از نزد رادیو یا اینکه دورتر روید یا اینکه صدایش رو پستر کنید. خب خب سوال با شما سوال پیشنهاد میکنم با 4 واریانتش. در این سوال من به شما وقت جدا نمیکنم و از 4 واریانت یک واریانتش درست است. واریانت درست رو انتخاب میکنید. البته گوش میکنم. سوال این گونه است: پایتخت دولت پیرو: یکم شهر تالین، دوم مونتویدیو، سوم پاناما، چهارم سانتیاگو. تکرار میکنم. پایتخت دولت پیرو: یکم تالین، دوم مونتویدیو، سوم پاناما، چهارم سانتیاگو. جواب شما؟ با فکرم سوال دیو. واریانت دوم مونتویدیو. خب در فکرتون سوال است تغییر نمیدید؟ نفهمیدم. در فکرتون استوار هست تغییر نمیدهید؟ نه. مطمئنید که مونتویدیو پایتخت دولت پیرو می باشد؟ البته. متاسفانه جواب شما نادرست است بانوی عزیز. متاسفانه غلط کردید. کمی برای زنگتان تشکر. روزی خوش و بسعادت داشته باشید. سرودی درخواستی شما رو حتما پخش میکنیم. رحمت. سلامت باشید. خب دوستان جانی، بودن هم غنیمت است و فراموش نکنید زنگ بزنید. پخش مستقیم برنامه ما و شماست روی موج رادیو موجیر. بخش سوال و جواب رو شروع کردیم. اینجا یک نفر 4292 زنگ زدن ولیکن متاسفانه کمی غلط کردند و به سوال کمی جواب نادرست گردانیدند. خب اگر نفر دیگری هست من آماده هستم که صدای نازنین شما رو بشنوم. عزیزان دل، اینجا گفتم که زنگ است. 7801 زنگ میزند. این نفر اسمش فیض‌الدین است از شهر مسکو. من این نفر رو نقص میشناسم. الو مرا میشنوید؟ متاسفانه علاقه قطع شد. باقی نیست بار دیگر زنگ بزنید. خواهش میکنم اگر صدای مرا میشنوید. علاقه قطع شد و نمیدونم گوشی رو گذاشتند یا اینکه علاقه قطع شد. همین گونه شد. خب دوستان عزیز، ادامه میدهیم برنامه مستقیم ما و شما رو روی موج رادیو موجیر. ساعت در مسکو عزیزان دل 15:02 دقیقه است و اینجا 7801 زنگ میزند. میشنویم. الو سلام علیکم. صدای من رو میشنوید؟ الو سلام علیکم. علیکم سلام. روزتان بخیر و شادی. فیض‌الدین در چه حال هستید؟ کار و بار پیشینه. به قول تاجیکانه کار و بار از روی میلیون. باقی نیست. من میدونم که شما هر روز زنگ میزنید. با همون حضلی گفته همون تا یاد نگیرید از صحنه بیرون نمیشوید. خب 7801 میخواهید در بخش سوال و جواب شرکت کنید یا اینکه یگان سرود میخونید برای ما؟ یگان سرود نمیسروید؟ نگیم ولی بگویم اگر کی میگویید؟ بعد سوال جواب اگر که بیاید از سرود شروع میکنیم امروز. از سرود؟ بله. از زیادی نورزاد باید مادر
من نگفتم که شما سرود درخواست کنید. من خواستم گویم که شما سرود بسرایید. بهر من و بهر دیگر شنوندگان شما مرا نادرست فهمیدید. باز من خرسند شدم که این نفر رو الحال سرود میسرایند. من فکر کردم که اول سرود زکات این بعد سوال نه. خب سرود سراییدن رو دوست می‌دارید؟ نه روسیاتم گوش کردن شو. الان این سرود سراییدن رو دوست نمی‌دارید که از صحنه ترک نمی‌شوید. اگر سرود سراییده میتونستید حالا بر وقت شما جای اول رو سزاوار گردیده بودید در بخش سوال و جواب. یگان چیز می‌سرایید یا نه؟ روسیات نمیدونم که چه سرایم نمی خوبش نه. شوق هم ندارید. شوق هم ندارید. نه گوش کردن زاو دارم من سراییدن نه روز توقع هم باشم نه خودم توقع کپی نمیخونم. خیلی خودا توقع مون میگه کو. خب اما حد در توقع بدن نمیخونم. نکند که پیر شده باشید. چی شده باشه؟ میگم نکند که پیر شده باشید. نه گفتیش. حالا جوانید. بله البته. خب فایزالدین من دیگر نمیدونم با شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم. باور کنید. سوال هر وقت. من حتی نمیدونم که از این سوال ها کدام سوال رو به شما پیشنهاد کردم. فکر میکنم همش رو پیشنهاد کردم. خب. Ами тегадо физикиш даме ки шо чи савол ма даме тем дига ма бад яму сонаме я де бор коф мо дига тайор шидам дига савол дига мо зиро чи савол те ку бади гап задан дига наме ку унҷо шамақсад برای چی؟ тайор мешам дига савол мечи تیار میشوید برای خودتان. کوبید جواب سوال رو یابید برای خودتان خوب میشود. اکنون گفته همون هزلایی که ما هم افندی نیستیم که به شما سوالی رو پیشنهاد کنیم و ندانستید باز همون سوال رو پیشنهاد کنم. اگر این گونه کنم هر روز هر نفر غالب میبراید. بله بعد بوزی اوی هم چی میشود اینترس میشه. بله روسی رو هم نغز میدونسته ای؟ شهری هم میادن چوک نه. یک استاد زبان روسی لازم بود برای من. شما خودتون هستید که برادر عزیز. شما خودتون هستید زبان روسی رو میدونید. کمی درس میگفتید به ما. ما درجه شما میخوایم من نمیدونم. خب فایزالدین سوال رو پیشنهاد میکنم. قاعده های بخش رو میدونید. فکر میکنم اگر تکرار نکنم بکنید یا اینکه تکرار کنم. بله نه تکرار نکنم میدونم. خب سوال رو پیشنهاد میکنم. آماده باشید. دو مرتبه تکرار میکنم. باید که جوابش رو بگویید. یک نفر است همین قدر زنگ میزند چی گفتن میخواسته باشد نمیدونم. خب بیاید سوال رو من پیشنهاد میکنم. خب یکو واریاندار باشه. واریاندار؟ خب بیاید تغییر میدیم. نباشد سوال واریاندار میدیم. خب آماده باشید. سوال رو با واریانت پیشنهاد میکنم. 30 ثانیه دیگر به شما وقت که جستجو کنید. کدام از این نفران با سابقه کاری در رادیو و نقش‌آفرینی در فیلم ها بعداً پرزیدنت ایالات متحده آمریکا انتخاب شد؟ یعنی که من اسم 4 نفر رو میگیرم. از این 4 نفر یک نفرشون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا انتخاب شدند بعد از آنی که در تلویزیون و رادیو و در تئاترها نقش آفریدند. یعنی که هجونیگار بودند. هر 4شون پرزیدنتی سابق هستند لیکن یک نفرشون با همین گونه سابقه به پرزیدنتی رسیده است. آماده باشید. یکم جیمی کارتر، دوم جورج بوش کلونی، سوم رونالد ویلسون ریگان، چهارم بیل کلینتون. وقت را جدا میکنم. وقت رفت. تکرار میکنم. جیمی کارتر، دوم جورج بوش کلونی، سوم رونالد ویلسون ریگان، چهارم بیل کلینتون. خب 13 14 15 ثانیه دیگر وقت دارید. فکر کنید و از 4 واریانت یک واریانت درستش رو انتخاب کنید. خواهش میکنم صدایتون پست است. بلندتر. 3 دقیقه دیگر 2 1 وقت به انجام رسید. خب جواب شما. خب اسمش
رونالد ویلسون ریگان. بله. برای چی جیمی کارتر نه یا اینکه بیل کلینتون نه یا جورج بوش کلونی نه و شما رونالد ویلسون ریگان رو انتخاب کردید؟ بعد این دونالد ترامپ چرا نبودوزی؟ میبخشید و برادر دونالد ترامپ 45م پرزیدنت امریکا است. من فقط 4 تاش رو پیشنهاد کردم. من همه اون رو پیشنهاد کردم نمیتونستم. خب جواب شما رونالد ویلسون ریگان. بله. فکر رو تغییر نمیدید؟ شاید غلط باشد. اکی خراب غلط که هر جا غلط که چطور نمیتونه. من میخوام امروز شما برد کنید 4000 روبل روسی رو. فکر من نمی گفتگی من میخوام چی من نمیخوام. من نمیخوام زنگ نمیزنم دیگه برو. خب جواب شما رو قبول میکنم. میدونید چی؟ چی؟ من شما رو از صدق تبریک میگویم که شما با یک سوال ما در دوام چند روز جوابی درست گردانیدید. باور کنید بخت برایتان خندیده است. امروز به دست راست خیزیدید از خوابتان نمیدونم. باور کنید این حادثه نه و این یک چیزی هست که در تاریخ میموند. خب تاریخ شو کدام؟ میگم سلامتیتون خوب است؟ برادر عزیز میشنوید صدای مرا؟ بله بله. خب ادامه دهیم. بله دیم شد گین تیوریم. سوال دوم رو پیشنهاد میکنم. انا همین گونه با شوق و با ذوق آماده باشید و به سوالها جوابای درست گردانید که مکافات پولی نصیب شما گردد. سوال دوم رو 2 مرتبه تکرار میکنم. باید که جواب رو بگویید. وریانت ندارد. 5 در 5 گوش کرده ایستادید؟ خب 5 در 5 10، 5 دیگر 15، 3 دیگر 18، 2 دیگر 20 چند می شود؟ تکرار میکنم. 5 در 5 10، 5 دیگر 15، 3 دیگر 18، 2 دیگر 20 چند می شود؟ 20. چی 20؟ 20 می شود. چی خیلی 20 می شود؟ یا 5 10 آنکل بر. خب 5 در 5 10، 5 دیگر 15، 3 دیگر 18 20 و 2 دیگر کشکدی 20. خب با سوال دوم نیز جوابی درست گردانیدید. باور کنید امیر روزیایی که شما فیض‌الدین نیستید. بعد تلفن هیچ فیض‌الدین زنگ زده ایستاده اید. خب انیق فیض‌الدین هستید شما؟ بله بله. همون فیض‌الدینی که هر روز زنگ میزد. بله البته. چی شده است به شما؟ مثلا حیران شدم. باور کنید از شما دیدم من زیادتر حیران شدم. خب خوشبختی است که به سوالها جواب میگردانید. خب فیض‌الدین اگر آماده باشید سوال دیگر پیشنهاد کنم. خب آماده. گوش کنید با دقت باشید. فکر میکنم که از درس‌های متماتیکا از درس‌های ریاضیات نگریخته در مکتب. ما فکر خیر. به فکرتون ده حتی یاد ندارند. خب با دقت باشید تکرار میکنم. 2 10 2 15 1 40 کم 2 16. 2 10 2 15 1 40 کم 2 16. بار دیگر تکرار میکنم جواب رو انتظار هستم. 2 10 2 15 1 40 کم 2 16. جواب شما 2 کم 40 بگم میگفتین؟ اخیران مراتبه. خب 2 10 2 15 1 40 کم 2 16. جواب شما فیض‌الدین جواب دارید؟ آره قریب شد. درست؟ چه نفهمیدی رو واقعی؟ خب آخرش یک 40 کم گفتی. میرا چه یک 40 کم؟ ای چی یک کم؟ 2 10 2 15 1 40 کم 2 16. خب دوستاتون کمک کرده ایستاده است. نه من خیلی گرد میشم. بعد دیگه بارا خب جواب نهایی شما، جواب اخیر شما، جواب شما رو انتظار هستم. با فکری من 8 نمونه. نه جواب شما نه درست است متاسفانه فیض‌الدین.
ҷавоби шумо нодуруст аст, лекин хушбахтӣ ҳамин аст ки шумо имрӯз ба 2 савол ҷавоб гардонидед аз рӯзҳои дига дида. барои зангатон ҷаҳони сипос. Хаста набошед, ҳар куҷое бошед бо садои радиои Моҷир бошед, чунки садои радиои Моҷир тапеши дили шуморо мешунавад. саломат бошед. хуб дӯстони азиз, ин нафар файзиддин буданд, аз шаҳри Москав занг заданд. бовар кунед ман ҳам дар ҳайрат мондам. Ин нафар шӯхиҳои зиёд мекарданд, ҳазл мекарданд ва ҳар рӯз занг мезаданд ва чӣ гӯям, ва имрӯз ба 2 саволи мо ҷавоб гардониданд. занг аст, мешунавем. 4292. алло, салом алайкум. алло, шуморо мешунавем. салом алайкум. салом алайкум. алайкум салом. ман шунавандаи шумо Гулрухсор Одинаева мехоҳам як бори дига бахтамро санҷа. хоб, кадом намуди бахтатонро месанҷед? ба кадом равияш? саволу ҷавоб ба яке бахтам хандида соҳиби 4000 меша. бахтсанҷӣ чанд намуд мешавад? Шояд ба дигар тарсам. ба ҳамин хотир ман аз шумо пурсон кардам ки кадом намудашро мехоҳед санҷидан. инҷо намудҳои зиёд ҳастанд. хоб, аз ҳамин хотир фикр кардам як бор ба ҳар ҳол пурсон кунам ки бахтатонро дар кадом равия месанҷед. яъне ки дар равияи саволу ҷавоб? бале бале. аз дигар равияҳо намесанҷед? не. яқин? яқин. хоб бинед, набошад ҳама вақт мо дар мавҷи мустақим қарор дорем ва баҳри хидмати шумо омода ҳастем. хоб, Гулрухсорбону, мехоҳед дар бахши саволу ҷавоб ширкат кунед? бале. мукофотпулии имрӯзинаро медонед? бале. бисёр хуб. омода бошед, ман ба шумо суол пешниҳод мекунам ва барои ҷавоб гардонидани ин суол ман ба шумо 30 сония вақт ҷудо мекунам. қабул? қабул. хуб, як лаҳза ман вақтро омода кунам. вақт омода ҳаст ва суолро пешниҳод мекунам. мукаммалтарин қонуне ки дар ҷаҳон аст, яъне дар таърихи инсоният, кадом қонун аст? мукаммалтарин қонун дар як дақиқа ман саволро бори дигар такрор мекунам. 30 сония вақт ҷудо мекунам, баъдан фикр кунед. мукаммалтарин қонунҳое ки дар ҷаҳон аст, яъне ки дар таърихи инсоният, кадомҳоянд? мукаммалтарин қонун дар 30 сония вақт доред. саросима нашавед. саросима нашавед. ин 30 сония вақти шахсии шумост. метавонед фикр кунед, кӯмак гиред аз дӯстон, ҳатто ба Google сар бизанед. ба ҳар ҳол фикри худро устувор кунед. 30 сония. мукаммал як шакли калимаи пурраро мегӯянд, яъне ки шакли томро дар назар доранд. ин синонимаш аст. камтар осонтар гӯед мукаммалтарин. вақти шумо рафта истодааст. 5 сонияи дигар вақт доред. вақт ба анҷом расид. Гулрухсорбону, ҷавоби шуморо интизор ҳастам. ман худаш маънои мукаммала нафаҳмидам. хоб, биёед ба тарзи, яъне ки ба тарзи лаҳҷавӣ фаҳмонам набошад. 3 қонуни аз ҳама бақуввате ки дар ҷаҳон буданд ва ҳама қонунҳо аз амино сарчашма гирифтанд. кадом қонунҳост? ана ин хел фаҳмондам. фаҳмидед? қонуни зиндагӣ будагист. муаллифаш шумо? бале. қонуни ишқро муаллифашам шумо ҳастед? не. хоб бинед. хоб, ҳазл ҷавоби шумо? қонуни ҷавоб ҳаст? афсӯс. ҷавоб нест. барои зангатон ташаккур. ҷаҳони сипос ба шумо ки хоҳари азиз, апаи азиз ки занг задед, моро ҳамроҳӣ мекунед, мешунавед. рӯзи бо фароғат дошта бошед, пур аз файзу муҳаббату бобаракат бошад. раҳмат. саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, 4292 буданд, хостанд дар бахши саволу ҷавоб ширкат кунанд ва ширкат ҳам карданд. хуб, инҷо 0233 занг задааст, гуфтааст чаро хомӯш мекунед? бубахшед шунавандаи азиз ки нафаҳмидам ки шумо занг мезанед. агар ин ки хомӯш намекардам.
برای آن خاموش کردم که اینجا من صحبت کرده ایستادم با یک نفر دیگر. دوستان عزیز، سامیان ارجمند، اگر که میشنوید که صدای من با صدای دیگر پیوند است، ما صحبت داریم، خواهش میکنم بعد از صحبت زنگ زنید، چون که نظر کنید یک قاعده عادی، من یک نفر هستم، با یک نفر میتوانم صحبت کردن، با هر دوی شما نمیتوانم که با هر دوی شما سوال دیم و صحبت کنم. از همین خاطر یک نفر صحبت کردن میگیریم و ملال نشوید از من. اگر دیدید که زنگ رو نبرداشتم، گوش کرده ایستاده اید که من همراه یک نفر صحبت دارم، خواهش میکنم بعد از صحبتی که من با اون نفر صحبت رو قطع کردم بعد از اون زنگ بزنید، چون که من یک نفر هستم و شما چندین نفر و من نمیتونم در یک وقت با همه شما صحبت کردن گیرم در موج مستقیم با زنگ. از همین خاطر خواهش میکنم یک نفر. خب دوستان گرامی، ادامه میدهیم بخش سوال و جواب را. ادامه میدهیم و نفر دیگری که اگر که میخواهد در بخش سوال و جواب شرکت کند، من آماده هستم سوال ها را پیشنهاد کنم. تلفن در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. اکنون زنگ بزنید. من آماده هستم که زنگ شما را قبول کنم و همون نفر زنگ زد 0233. الو، سلام علیکم. علیکم سلام، روزتون بخیر باشد. پخش مستقیم است، شما را گوش میکنم. روز شما بخیر شدی باشه. تشکر زیاد. خب خود را معرفی میکردید؟ گنجینه بانو هستم. گنجینه بانو، میخواهید در بخش سوال و جواب شرکت کنید؟ بله. خب با شما سوال رو پیشنهاد میکنم، 30 ثانیه وقت جدا میکنم و بعد از 30 ثانیه خواهش میکنم که اگر امکانیت باشد سوالای برایم پیشنهاد نکردید. اگر امکانیت نباشد سوال رو پیشنهاد نکردید. من سوال رو پیشنهاد میکنم، لیکن اگر که در سوال هایی که وریان ندارند اگر امکانیت نباشد چی؟ هیچ گپ ندارد. شما مشاوران نقض دارید اونجا نشسته، با شما چی بگم نشان داده ایستادند. خب برای شما و مشاورانتون تشکر زیاد. خب درسات چگونه سپری میگردد؟ در درس هستید، در خانه هستید، در دانشگاه هستید؟ در درس هستیم. خب چه تغییرات ها، چه نویگری ها به شما رکتور نو تعیین شد در دانشگاه دولتی کلوب؟ در دانشگاه دولتی قربان تپه. چرا از تلفن شما نباشد صنوبر بانو زنگ زده بودند گفتند که از شهر کلوب آمدردن، همون هوای ها چی کردن؟ یعنی که آنها در مهمانی شما بودند؟ بله. چون که من میدونم یا دارم که یک مرتبه شما گفته بودید دانشگاه دولتی قرغون تپه به نام ناصر خسرو بعداً از تلفن شما از همین شماره صنوبر بانو زنگ زده بودند. باز به فکرم اگر خطا نکنم یک کسی دیگر، لیکن آنها گفتند که دانشگاه دولتی کلوب. از همین خاطر حیران شدم. بله در مهمانی ما بودم. خب سلامت باشید مردم مهمان نواز. ما نیز به مهمانی شما می آییم یک روزانه یک روز انشالله. خدا خواهد. خب سوال رو پیشنهاد میکنم و 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید در دوام 30 ثانیه خواهش میکنم با سوال جواب گردانید. آماده باشید. سوال رو پیشنهاد میکنم. درازترین دیوار روی زمین در کدام مملکت جایگیر است و درازی عمومیش چقدر است؟ وقت رو جدا کردم، فکر کنید. درازترین دیوار روی زمین در کدام مملکت جایگیر است و درازی عمومیش چقدر است؟ وقت رفته ایستاده است. 10 ثانیه شما سپری گردید گنجینه بانو و 20 ثانیه دیگر دارید. درازترین دیوار روی زمین در کدام مملکت جایگیر است و درازی عمومیش چقدر است؟ 5 ثانیه دیگر دارید. وقت به انجام رسید. گنجینه بانو وقت به انجام رسید. خواهش میکنم جواب را پیشنهاد کنید. من میشنوم شما را. درازترین دیوار بزرگ جهانی در خطای جایگیر است.
من نمیدونم شما سوال دادید یا اینکه جواب گردانیدید؟ جواب گرداندم در رشته جایگیر است. درازیش رو لیکن نمیدونم. من قدرش میدونم که در سر دیوار جهانی در چی دولت جایگیر است. خب من سوال رو بار دیگر تکرار میکنم، شما دقیق نظر کنید که در سوال چی گفته شده است. درازترین دیوار روی زمین در کدام مملکت جایگیر است و درازی عمومیش چقدر است؟ یعنی که شما باید به سوال پورا جواب گردونید. جواب شما در دولت کجا جایگیر است؟ درازیش چقدر درازی دارد؟ گنجینه بونو صدای من رو میشنوید؟ چقدر درازی دارد؟ درازیش رو من میدونم. درازیش رو اگر ندانید، من معلومات دارم که در دولت کجا جایگیر است. اگر تا درازیش رو پورا نگوید من سوال شما رو قبول کردن نمیتونم. شاید این در دیگر دولت باشد. برای همین شما باید که جواب درست رو میگردونید. جواب رو پورا و درست میگردونید. بعدا من میگفتم که درست است یا نه. شاید که این در خطای نباشد، در جمهوری مردمی چینی باشد، در دیگر دولت باشد. درازیش چقدر باشد؟ در دولت مردمی چین است، لیکن چی درازیش رو نمیدونم. متاسفانه. گنجینه بانو، من متاسف از آن هستم که با شما بخش سوال و جواب را ادامه دادن نمیتوانم. برای زنگتان جهانی سپاس میگویم. روزی بخیر و شادی داشته باشید. صدای رادیو رو بلند کنید و مرا بشنوید. چرا نه؟ مرحمت. یک سوال از احمد زهیر بگذاشته، آن را به مادر جانم میبخشم. از احمد زهیر. بله. کدام سرودش رو؟ کدام سرودش باشه فرق نداره. قبول. سلامت باشید. تشکر برای زنگتان. روزی خوش داشته باشید. سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز، اینجا از شهر باختر به ما زنگ زدند، از شهر باختر باستانی تاجیکستانی عزیزمون. وطن 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 و باز هم وطن. همیشه با یاد وطن باشید دوستان عزیز. سامیان ارجمند، اگر نفر دیگری هست در خط علاقه، من آماده هستم که بشنوم. اگر نه من یک سرود دیگر رو پخش میکنم و بعد از سرود ادامه میدهیم بخش سوال و جواب را. سرود از شادروان کرامت الله قربان و شیرین مان نهالوه میشنویم. جان من. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لبلب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لبلب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. عمر من قربانی آساعتی از بوس و کنار، با هوای زرد دل بالیدن و رسیدنم. وقتی من قربانی آن فرصت که دستانی سفید تا نپیچی در بلا در گردنم پیچیدن است. وقتی من قربانی آن فرصت که
دستانی سفید تا نپیچی در بلا در گردنم پیچیدنم جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم لب لب بنهادن و از شور دل ارزیدنم گنج من قربان اون دولت که از من بای تو بار باز رنجیدنت ذات از مرا سنجیدنت گنج من قربان اون دولت که از من بای تو بار باز رنجیدنت ذات از مرا سنجیدنت جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم لب لب بنهادن و از شور دل ارزیدنم شعر من قربانی و ثروتی از دیوانی من بای بای خواندن و در خود نیارامیدنت شعر من قربانی و ثروتی از دیوانی من بای بای خواندن و در خود نیارامیدنت جان من قربانیت خندیدن و نازیدنت لب لب بنهادن و از شور دل ارزیدنم جانی من قربانیت خندیدن و نازیدنم لب لب بنهادن و از شور دل ارزیدنم عمر من قربانی و ساعتی از بوس و کمال با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدنم با هوای ضرب دل بالیدن و رقصیدنم بار دیگر روزگار خوشب و سعادت داشته باشید شنوندگان عزیز رادیو موجر دوستداران و هواداران برنامه‌های فرهنگی فراغتی عزیزان دل صحبت را ادامه می‌دهیم و اینجا بخش سوال و جواب است و اگر نفری که در خط علاقه نباشد من صورت‌های درخواستی رو پخش کردن میگیرم تا اون لحظه که نفر زنگ بزند و هر نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند من آماده هستم که زنگ‌های شما را قبول کنم. دوستان عزیز یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 24 ینور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. خب شما می توانید که سوال‌های خود را طریق مسنجرهای وایبر و واتساپ ما بفرستید یا اینکه پگاه ساعت 18:00 که برنامه حقوق شما شروع می‌گردد می توانید مستقیما زنگ بزنید و اینجا حقوق شناسان ساحه مهاجرت دعوت کرده میشوند پگاه و به سوال‌های شما جواب‌های مشخص می‌گردانند. هر روز جمعه ساعت 18 تا ساعت 19 یعنی که یک ساعت در استودیو مرکزی رادیو موجر حقوق شناسان در اینجا نشسته با سوال‌های شما مستقیما طریق تلفن جواب می‌گردانند. زنگ میزنید سوال خود را پیشنهاد میکنید و با سوال خود جواب مشخص از خود حقوق شناسان ساحه مهاجرت میگیرید. مشکل پیشنهاد گفتنی دارید نیز میتوانید زنگ بزنید. تلفن ها در استودیو فعال هستند 8965 151 0410 8967 111 5646. این دو شماره استودیو مرکزی رادیو موجر هستند و پگاه ساعت 18 تا ساعت 19:00 به وقت مسکو پخش مستقیم برنامه حقوق شما، یعنی که برنامه نام دارد حقوق شما، می توانید زنگ بزنید و با سوال‌های خود جواب‌های مشخص از خود حقوق شناسان ساحه مهاجرت بگیرید. فراموش نسازید برنامه حقوق شما هر هفته شام جمعه ساعت 18 پخش می‌گردد. اینجا سرود نوبتی دیگر را در اجرای نعیم جان سیدعلی میشنویم.
4292 شنونده دویمی ما این سرود رو درخواست کرده بودند. ما در غریبی چای ما از ما جدا، ما مردی کار چای ما آب و ادا، چما بگین که از سفر می آیم، از دیداری هم دیگر کنم شکر خدا، چما بگین که از سفر می آیم، از دیداری هم دیگر کنم شکر خدا. در آواز شیر دار جانی و چه به مرشدم خبر نداری بچه، ای روز شود قلفی غریبی بیشکند، از دربی درای فریاد زنی کو اوچه، ای روز شود قلفی غریبی بیشکند، از دربی درای فریاد زنی کو اوچه. مهاجرم 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 مهاجر، تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر. چای دل سوختای زردابی جگر، مری همه دیگر از تو مری تو دیگر، دور از تو غریب و مردی کارم امروز، دل سینه کباب از تو جگر لخچای تر، دور از تو غریب و مردی کارم امروز، دل سینه کباب از تو جگر لخچای تر. در سرکی دسترخوان جایت خالیه، ای بچه مردی کار چی حال داریه، با گردنی کج سوی حولی می نگرم، نصیبه تو مانده کی می آیه، با گردنی کج سوی حولی می نگرم، نصیبه تو مانده کی می آیه. مهاجرم 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 مهاجر، تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر. ای آچه ستون خانه ای فرزندی، ای آچه بدام قسمتم پیوندی، هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی، ای آچه بسوز و دردی ما اسپندی، هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی، چه بسوز و دردی ما اسپندی. ای خانه برآمدم دستم به سرم،
چشمام روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم آبی چشمام روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تقدیر. سلامت باشن. یک قرصک میزنیم. اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز خبر و گزارش‌های جالب و cwtajmedia.tj باز آمدان میجگان سیاسیزم جان جان از دیده خوابم میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبم میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبم میبرد این شب خواب ای نازنین خاک درش بوسیدم این شب خواب ای نازنین خاک درش بوسیدم از شبیان بی حرمتی عزیزم جان جان هر روز از آبم میبرد از شبیان بی حرمتی عزیزم جان جان هر روز از آبم میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبم میبرد جنگیرک موی داری نازنین گلباری صدقه نامش شوم نامی شیرین داری نازنین گلباری صدقه نامش شوم نامی شیرین داری نه یک سلای یانکی دلیرت بینم نه طاقتی یانکی درد بینم نه آیوانا نشسته بر میگردی در نیمی نفس چگونه سیرت بینم در نیمی نفس چگونه سیرت بینم جنگیلک موی داری نازنین گلباری صدقه نامت شوم نامی شیرین داری قد تو نهالی بی سمر کرد مرا عشق تو گدایی در بدر کرد مرا گفتم بروم عشق تو را توبه کنم روز رفته و عشق تو بدتر کرد مرا روز رفته و عشق تو بدتر کرد مرا جنگیلک موی داری نازنین گلباری صدقه نامت شوم نامی شیرین داری عجب زیبایی انا تو برای من یکتایی انا تو عجب زیبایی انا تو برای من یکتایی
ما چی کار داری بچه آی در حولی ما چقدر جوان بسیاره آی تو دل داری یا نداری بچه آی در حولی ما چقدر جوان بسیاره آی تو دل داری یا نداری بچه انا تو عجب عجب زیبایی انا تو برای من یکتایی انا تو عجب عجب زیبایی انا تو برای من یکتایی انا تو زیبی همه دنیایی انا تو زیبی همه دنیایی انا تو بچه بی پروایی انا تو بچه بی پروایی انا تو بچه بی پروایی. خب دوستان عزیز، سامیان ارجمند ادامه می‌دهیم بر برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما رو مستقیما روی موج رادیو موج. عزیزان دل، در اینجا سرودهای درخواستی رو پخش کرده ایستاده‌ایم. روزی خوش و با سعادت داشته باشید و نظر میکنیم که کدامی از شنوندگان ما کدام سرود رو گوش کردن میخواهند. در اینجا عزیزان دل، عمر در ایمان نویسنده است که از گروه انیس خواهش میکنم اکا جان یک سرود مانند گفته است. از گروه انیس، از کارگردان عزیز خواهش میکنم یک سرود آماده کنند و پخش کنیم تا شنونده ما بشنود سرود درخواست کرده اش را. عزیزان دل، اینجا استودیو مرکزی رادیو موج است. ساعت در مسکو 15:45 دقیقه 23 ینوری 2020 سال است و صدای ما را مستقیما روی موج رادیو موج میشنوید. رادیو است که پیوندگر قلب ها. عزیزان ادامه میدهیم و سرودهای درخواستی رو پخش کرده ایستاده‌ایم. یک جا میشنویم گروه انیس را.
خب دوستان عزیز ادامه میدیم. پخش مستقیم است و صدای ما رو روی موج رادیو موجیر میشنوید. در اینجا 1590 یکی از شنوندگان دائمی ماست که همیشه سرودهای دلنشین درخواست میکند و در اینجا از روزبک فیضلی 1590 از روزبک فیضلی سرود درخواست کرده است. من خواهش میکنم از روزبک فیضلی سرود آماده کنند از کارگردان عزیز و عزیزان دل. امروز نیز متاسفانه هیچ نفر غالب بخش سوال و جواب نبرآمدند و برای پگاه آماده باشید. مبلغ عمومی بخش سوال و جواب برای پگاه 4500 روبل روسی، یعنی که 4500 روبل. سرود از روزبک فیضلی آماده است. سیاهی پرپری خالی سیاه پشتی لبان شکری از کوچه مولب شکر میگذری بیرو ارغشت به نوای اوفری مرواری دو مرجانم بهوده مرنجانم آزار مده قلبم آزوردم مکن جانم آ قلبی تو سنگه جنگه او ناز قشنگه او رنگا برنگه سیاهی پرپری خالی سیاه پشتی لبان شکری از کوچه مولب شکر میگذری بیرو ارغشت به نوای اوفری جان صدقه دردی دلکی نالانه بگانه نبینه جلوه و جولانه کوکور پچه و بالینو یک چای نکی چای کچ پهلو زنم در تهکی دالانه آ قلبی تو سنگه آ با ما بجنگه آ ناز قشنگه رنگا برنگه زلفی سیاهی پرپری خالی سیاه پشتی لبان شکری از کوچه مولب شکر میگذری بیرو ارغشت به نوای اوفری از کوچه مولب شکر میگذری بیرو ارغشت به نوای او. سامیان ارجمند، وقتی جدا گردیده به برنامه ما به انجام رسید. از آنه که ما را شنیدید و همراهی کردید جهانی سپاس میگویم. بار دیگر روزتان به خیر و شادی باشد، روزهای نیک، روزهای خوب داشته باشید و پگاه با ساعت 14:00 به وقت مسکو ادامه میدهیم. شروع میکنیم برنامه ما و شما را مستقیما. فراموش نکنید این وقتی هر روزه برنامه است. برای امروز جهانی سپاس. بار دیگر از همتون تشکر میکنم
و همیشه خوشبخت و سربلند و موفق باشید. برای اونی که ما رو همراهی کردید جهانی سپاس عزیزان دل. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نامش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. مرکزی پرودیوسری لوس پروداکشن تقدیم میکند. خاله یازم مزار نونوی دختر بمزار، خاله یازم مزار نونوی دختر بمزار، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزار، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزار. خاله جوری لوی لوی
خاله یازم مزه و نونای دختر بمزه خاله یازم مزه نونای دختر بمزه دخترمو میبریم نونای تکی میپزه دخترمو میبریم